سوال دیگر میگن نام مهیمن درست است؟ نام مهیمن همین شکل نامگذاری کردنش نادرست است، برای آنکه مهیمن نام الله سبحانه و تعالی است، چه خیلی که در سوره حشر الله سبحانه و تعالی میگه هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. المهیمن یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی است. بنابراین در یکی از کتابهای مذهب حنفی از امام نووی نقل کرده. امام نووی مذهب شافعی هست، هیچ گپی ندارد که علمای مذهب حنفی در داخل کتاب مذهب حنفی از غیر مذهب، از علمای غیر مذهب نقل کنند. تمام کتاب ها از غیر مذهب نقل میکنند. تمام کتاب های مذهب معتمد مذهب امام ابو حنیفه را خوانید، مبسوط سرخسی، فتح القدیر، اختیار هم حتی هدایه از مذهب غیر حنفی نقل میکنه در کتاباش. از جمله در این کتاب آمده است از امام نووی که التسمی بهذا الاسم ای ملك الاملاک و بما یختص به تعالی كالرحمن والقدوس والمهیمن والخالق و نحو حرام. نامگذاری کردن با ملک الاملاک یعنی شاه شاهها، شاهنشاه، ملک الملوک، ملک الاملاک، اینا نادرست است و آن نامهایی که خاص الله تعالی هست مانند رحمان، این صفت در دیگرها دیده نمیشه. قدوس و المهیمن، این چونین نام مهیمن گفتن، و الخالق آفرنده، سازنده و نحوها و مانند این نامهایی که خاص الله تعالی هست، با این نامها نامگذاری کردن حرام است. چون که مهیمن معناش ناظر، نگهبان، در همه جا حاضر و ناظر و حافظی همه، از کارهای مخفی آگاه است، از همه کارهای مخفی آگاه است معنای مهیمن. بنابراین کودک رو مهیمن نام گذاشتن ممکن است، لیکن عبد المهیمن اگر نام گذارد درست است، بنده مهیمن.